حالا چین و انگلیس، عراق، فرانسه و مغولستان و یونان اینا شرکت میکنن دیگه. همین خلاصه بریم اولین شرکت کنندمون که اسمش چیه؟ عراق. این گرزه، خیلی هم گرز باحال و طلایی. آره دیگه استوب شده بودم. مهم نیست، من سلاحم از همه بهتره. چی میگی داداش؟ سلاح ما از همه خیلی بهتره. نگاه کن نیزه داریم، تو حتی سپرم نداریم، چون راحت بکشی بهت. چه حمله کنی؟ نه خیلی، سلاح من از همه تو خیلی بهتره، چون که من شمشیر دارم، شما نیزه داره. چی میگی؟ این دوتا خیلی سلاح های احمقانی درست کن، مگه نه آمریکا؟ به نظر من یه گرز درست کنیم که روش پالتی تیغ باشه. چیه؟ چین و انگلیس خیلی چیز بالی درست کردن. وایسا، من یه فکری دارم. مواد منفجره. آره همینه. من میرم خونه. همین خونه میرم. یعنی چی؟ شما دارین اینجا رو خراب میکنین. همتون برین بیرون. من حالم از شما به هم میخوره. چی؟ ما؟ چین و انگلیس شما برنده شدید. حالا که بیا اینجا رو. آره همینه. بیا نشانه شما. از این مسابقه متنفرم. وایستا ببینم. یه ساده مواد منفجره انگار یه نقشه داره. خب من رفتم، خدا نگهدار. برو خدا رو شکر، بری برو در میلی از کنار برو. مواد منفجره با این موشک دستیم، با این موشک میتونم که همه جا رو بمبارون کنم. آره خب که اینطور منم باید یه فکر بهتر بکنم. به نظر جالب میاد. خب خوش اومدی به پارت دوم مسابقه اسلحه سازی. اسلحه برای مهم نیست. خب بریم سراغ اولین شرکت کنندمون که اسمش هست چین. این چیکار میکنه؟ این موشک دیگه. برای اولین بار داری موشک میبینی؟ آره اینجور. موشک من خیلی از موشک تو بهتره. موشک من دستیه. آره همینه. نه این خیلی اسم زاییه. چی؟ به نظر من که هند خیلی خطرناک داره. چی؟ موشک تفنگ؟ من تفنگ ساختم. تفنگ من چاقو داره اما تفنگ نداره. چه فکر باحالی. الان بهت نشون میدم انگلیس. وایسا. تو میخوای منو بزنی؟ نه یادته که قبلا به سر گرفته بودم. بسه تفنگ من خیلی از تفنگ شما بهتره. نگاه کنین تفنگ من خیلی صدای بزرگی میده. فکر عالیه فرانسه. چجور تونستی فکر رو دست بیاری؟ دیگه ما اینیم دیگه. ما خیلی قدرتمندم. آره دیگه همین. بسه دیگه اینو. الان حسابتون رو میرسم اینو. چی میخوای بکنی؟ اینم از تیربار من اینو. چه فکر باحالی کردی. خب نکاش منم یه چیز الان حسابتون رو میرسم اینو. آمریکا الان حسابت هم میرسم اینو. وایسا با حساب همه تون رو برسم اینو. بچه ها من کوکاکولا بخورم خوبه یا نه؟ راستی آلمان کجاست؟ بازی خیلی سخت شد. اون چیزی که آلمان درست کرده خیلی از ما بهتره. بدبخت شدیم. سلام آلمان، چرا قدیر اومده؟ میخوای بزنم شلو پلیس کنم؟ سلام آلمان، کوکاکولا خوردی؟ بیمیر.
تو سازی ماشین هم ترکونی تراسشو بس بیدی. اوه نو. آی 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 بدبخت شدیم. شما همه جا اینجا نابود کردین. این مسابقه برای همیشه کنسله. ها نوبت منه. اصلا ولش کن. این چی کارتون کردین؟ همه تون رو خودتون رو داغون کردین. این مسابقه مثلا حالا نوبت منه. آره نه آلمان تو برنده شدی. حالم از این مسابقه برمیخوره. خدا نگهدار. چی؟ آره آلمان بازم همیشه برنده میشه. الان حسابتون میرسه. ای آمریکا ما با یه صحبتی داریم. اونا دارن راجع به چی فکر میکنن؟ دن 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 دن. خب صدایی نمیشم. این بمب خیلی هوشک باحالیه. پس من باید 2 برابر قدرتشو بسازم. خب اینجا یه اردو میخواد بریم. اردوی کشتی جنگی. این کشتی از سال 1970 اینجا بوده. به ما چه ربطی داره؟ خب این کشتی جنگی دیگه. خب به جمالت کشتی جنگی توپ داره. همین توپ داره. منظورش مسابقه اسلحه سازی؟ نه خیر، من با تلاشای خودم مسابقه برام همیشه کنسل شد. چی؟ یعنی کنسل شد؟ همه رویاهامون کنسل شد. خب به جایی که بیان همه رو نابود کنیم بیا با هم دوست باشیم. مثلا تو با آمریکا دوست شو. نه آمریکا خیلی بده. پس با مغولستان دوست شو. اون بده. با هم دوست بشیم. خب اینجوری میره برای این یه موشک اتمه. اتم اسمش اتم کوچولوه. البته کوچولو نیست، انفجارش بزرگترین انفجار دنیاست. فهمیدی یا نه آلمان؟ الان حسابتون رو میرسه. اون چیه؟ نه اونو مهندل نکن. میکنم خوبشم میکنم. آمریکا حالا که اینجا شد تو برنده ای. نه اینجوری که حال نمیده اصلا. من موشک رو برحال میزنم. جاشم انتخاب کردم. جاش ژاپنه. سلام بچه‌ها. نه آره برنده شدم. آره تو برنده شدی. چی؟ من یه موشک ساختم 2 برابر از قبل. در وای نه نگران نباشی، موشک من از خیلی قوی‌تر و بهتره. نه اصلا این مسابقه تمومش کنید دیگه. بیچارم کردین. نینم از اینجوری بیره برای من موشک اتم. تو چی کار داری آمریکا؟ حالا که داشت اینو بگی. دیگه بسه. دیگه تمومش کن. حالا در برابر این کسی نمیتونه مقاومت کنه. بس دیگه. چیکار کردید؟ الان حسابتون رو میرسن. تقصیر اینه. همش تقصیر این آمریکا و روسیه. همش تقصیر اینه. اصلا تقصیر من نیست. الان حسابتون رو میرسن. پایان.